بعد از برش پارچه و آسترمان محل دوخت زیپ را اندازه زده به اضافه 5 سانتی متر نموده تا بلندی زیپ مشخص شود. قبل از دوخت زیپ مخفی با بخار اتو کاملا اتوکاری کرده و کنارهای زیپ را با نوک اتو باز نموده تا زیپ به شکل پروانه درآید. سعی میکنیم سوزن چرخ را با لبه پایه تنظیم نموده تا بین پارچه و زیپ جای خالی نباشد. برای دوخت از بالا 1 سانتی متر جای دوخت گذاشته و پایه را از کنار زیپ که با اتو باز کردیم کاملا از کناره زیپ دوخت میزنیم. بعد از دوخت یک طرف زیپ را کاملا بسته و طبق ویدیو از کنار زیپ به لبه دیگر پارچه با فاصله به اندازه 5 سانتی متر دوخت میزنیم که زیپمون بالا و پایین نباشه. بعد از دوخت زیپ را باز کرده و از پایین به دوختمان ادامه میدهیم. عزیزان دل، با دقت و با سلیقه کارتان را ادامه دهید تا بعد از بستن زیپ واقعا زیپ مخفی باشد. هنگام دوخت آستر نیم سانت باید آستر از پارچه اصلی بیرون دوخته شود. دوخت آستر به زیپ را ادامه می دهیم و 10 سانت مانده به آخر زیپ را بسته و دوخت را تا آخر ادامه می دهیم. و دوخت طرف دیگر زیپ را با دقت به ویدیو ادامه می دهیم. عزیزان دقت داشته باشید که در پایان کار من پارچه اصلی را تا میزنم تا موقع برگشت آستر از بیرون کارمان دیده نشود. و در آخر کارمان اتوکاری که قسمت مهم خیاطی است را انجام می دهیم
تا با زیبایی دختمان دیگران را شیفته کارمان بکنیم. عزیزان دل، اگر در دانشگاه بزرگ یوتیوب دیدید که عزیزانی با جان دل و بدون کم و کاست چیزی را به شما یاد میدهند، بدانید که زحمت زیادی میکشند تا شما هم بهترین باشید. پس با اول شدن و لایک کردن آنها را یاری کنید.